ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли бинандагони шабакаи садои умед ва ба кулли нафароне ки алҳол моро тамошо карда истодаем. Миннатдор ҳастем ки бо мо ҳастем ва моро дастгирӣ карда истодаем. Хуб бародарои азиз, акнун расидем ба дуюм барномаи озмуни қориё. беҳтарин барнома иншоаллоҳ гузаштааст ва аз ҳама хоҳиш мекунем то охири навор тамошо кунем ва хоҳишатон бошад ин навора фаҳм кунем то ки ба бародаро бирасанд ва қориҳое ки хоҳиши иштирок кардан дорад номерҳои ватсапи мо шумо метавонед ки дар мо муроҷиат кунем ва биёед дар ин озмун иншоаллоҳ ки иштирок кунем. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب برادرای عزیز، امروز دوم راوند بگیم، یعنی که آزمون ما هست ان شاء الله. الحال شروع میکنیم و میخوام که در همینجا یک چند چیز دیگه برای قاری بچه‌ای که در همه آزمون ما اشتراک کردنی هستند برسونم. بسیاری میگن که ما مثلا در سوال و جواب ها میشود، نه، تنها تجوید و آواز خوب رو میبینیم برادرها. و شما چند پاره هم که باشین فرق ندارد، یک پاره هم که ندونید مثلا تجوید نگاه میکنیم. ما آزمون ما مثلا دیگر آزمون هایی که در دیگر دولت ها میکنند و سوال و جواب ها میکنند، نه، اما چند پاره که میدونید از اون پاره شاید که یگام الهواگی بپرسیم، یگام مثلا آیت دیگره دیگر خیلی قندی ندارد. بعد از این آزمون ببینیم که برادرها چگونه دستگیری میکنن ما را ان شاء الله. بعد آزمون با کلانتر میگذاریم خدا خواهد با خواست خداوند. باز ما موضوع را شروع میکنیم، با دقت آخر نوار با ما باشید. قاری محمد نبی اگر باشد میبرم. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این برنامه ما. خب اگر خود رو معرفی میکردیم بهر تماشابینان بسیار خوب میشد. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. من محمد نبی امیدو از ناحیه ایرودکی. سلامت باشین. قاری جان چند پاره هستین؟ کل هستین نه؟ ماشاءالله بهترین. خب اگر شروع میکردین یک آیت از قرآن بسیار خوب میشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صدق الله العظیم. اگر تو دوستی ما برادری ما باشی میخواهی مرا دستگیری کنی از شهر مسکو و مسکوفسکی اوبلاست سرحد قزاقستان گذشتن میخواهی، تنها با کمپانی حاجیان ما مراجعت کنیم. بهترین کمپانی در شهر مسکو است. شما رو ساق و سلامت با خواست الله برده میآورد. زنگ زنید ان شاء الله بهترین کمپانی هست. برادران اگر در کدام دولت هم که باشین الکترونی بلیط خریدن خواهید، از آن همین برادران با نرخ ارزان به یگام شبهه به باوری خریدن میتوانید. زنگ زنید نرخ و نوار رو بپرسید.
ماشاءالله بهترین آواز قاری جان. خب قاری جان یک میدیدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قاری محمد نبی جان در وقت قرائت حرف خ را تونق خواندید وقتی که در حالتی که زبر آمده بود و بعدا در یک جا زبانتون گرفت و در صدق الله العظیم حرف صاد یعنی تلفظ حرف صاد مثل سینا رو ان شاء الله موندگاش بهترین. ماشاءالله بهترین. خب تگام نشید میخوندین اگر بسیار خوب میشد ان شاء الله. میشود با حضر. مو صدق الله العظیم نمیشه. صدق الله العظیم. بعضی مثل باید العظیم میگن. لازم بله. صدق الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. أي مجلسي فقيران أي جمعهم نشينان أي مجلسي فقيران أي جمعهم نشينان گوید از دل و جان صلوات بر محمد گوید از دل و جان صلوات بر محمد. ای مؤمنان و اخوان مدحی حبیب رحمان ای مؤمنان و اخوان مدحی حبیب رحمان گوید از دل و جان صلوات بر محمد گوید از دل و جان صلوات بر محمد. ای زمره فقیران خوشنعت شاه خوبان ای زمره فقیران خوشنعت شاه خوبان گوید از دل و جان صلوات بر محمد گوید از دل و جان صلوات بر محمد. با سینه های سوزان با دیده های گریان با سینه های سوزان با دیده های گریان گوید از دل و جان صلوات بر محمد گوید از دل و جان صلوات بر محمد. جان را کند قربان هر لحظه عزیزان جان را کند قربان هر لحظه عزیزان گوید از دل و جان صلوات بر محمد صلوات بر محمد. اللهم صل وسلم وبارك علیه. ماشاءالله قاری جان بهترین آواز. خب قاری جان قافیه ها را یک میدیدم میبرم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ان شاء الله تعالی بهترین بود فقط در همین حالتی وقتی که مثلا مولود میخونه انا امی اهمیت دادن در که حرفای حر است که یعنی مقرطه که بعد حرفای عین نیست یعنی علامت سکته مثلا هر لحظه عزیزون میخونه هر آزاده همون گونه که مثلا نه در شنونده و نه در همون خواننده یگان که مثلا وای نداشته باشه لیکن ان شاء الله بهترین قافیه هاش خیلی قافیه ها ماشاءالله ماشاءالله مثلا تلفظ همیورا تلفظ حرفا همین مقصد همیورا وای میکنن حی گفتم ان شاء الله برای حی میگیم نه مقصد یکی بهترین بود موفقیت ان شاء الله خوب سلامت باش قاری جان. لیکن با فکرم که گفت که از 30 پاره قرآن میدونم اگر اجازه باشه یگان سوره مثال خاص سوال میکردی یا که هوی کن بخون آیات دوامش بخوند روزه خیلی تکرار نه یک سوال بتین این برادر وقتی که 30 پاره باشد البته که از بین باید که آیات بخوند پاره آسان نه از پاره آسان هم یک جوش روی که بمونش 30 پاره کشید باید که همش بخوند از کجایی که باشد باید که بخوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. که وای پولای بارون نمیشه نه امیت دوام ته
خوندگیش دوام ته تکرار رمضان نزدیک به باید حساب اولی بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة دوام ته خوری جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سلامت باشیم. ماشاءالله بهترین تجوید، بهترین آواز شما رو در دور دیوب انتظار هستیم. ماشاءالله یکمین انسانی که با 30 پاره اومده در اینجا نشسته است. بهترین. خب سلامت باشین قاری جان. قاری محمد جان باشه در گرم بر اومدن. خواهش کنیم که مقصد کدوم سوره میخونن بگن کدوم سوره. بله کدوم سوره که میخونن بله نام سوره را میگین خوب تر است. قاری محمد جان باشد شما هستین؟ قاری محمد جان نه من نام نویس کردم در اینجا. محمد آخه بعد چی گفتیسم؟ برادرای عزیز میخوام در یک کاری خیر خوش باشن و شما هم نیز خوش شوین. شخصا میخوان حج عمره کنن. خب اگر خودتون نتونید پدر و مادر یا خیش تبار نزدیکانتون میخوان حج عمره کنن با ان همین رقم ها مراجعت کنین. نو وابسته گردنی کدام دولت هم که باشن شما میتونید به همین برادر مراجعت کنید. برادر خود روی میکند. نرخ نو ای $850 سر میشود. خیر با زنگ زنین خودتون با بپرسین ان شاء الله که این کاری خیر است و میتونین که پدر و مادر و نزدیکانتون را به حج عمره روان کنین. یک ماه رمضان هم دارن ان شاء الله. سلامت باشن قاری جان. بعد همجا چیز دیگه گفتنی هستم که از همه این برادرایی که ما پوش کردیم تونه عذر زیاد میخواهیم. حقیقتاً جور دیدین مثال یک بخشش زیاد از همتون. خب سلامت باشین. قاری جان خوش اومدین با این برنامه ما وزمونی ما اول خود رو یک معرفی میکردیم بسیار خوب میشه. من قاری محمد غنی‌زاده محمد میباشم و از قرآن 2 پاره را حفظ کردم. غیر از این هر جا باز خب سلامت باشه. قاری جان کدام پاره را میدونی؟ چندم پاره؟ پاره های 29 سی. خوب ان شاء الله میتونی که یک وایکنین. کدام سوره تلاوت میکنید؟ از کدام سوره حشر آخرون بید. معلش قرائت کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خب سلامت باشین قاری جان. آوازتون خیلی دلنشین، آواز فوران دارین ماشاءالله. قاری جان خوب یک تفتیش میکردین؟ انشاءالله بهترین قرائت، بهترین آواز قاری محمد جان. در وقت خواندن حرف‌های ر کمتر مشکلی داریم از جهت تجوید که یعنی تجوید رعایت نکردین و بعدا در حرف‌های قاف و در حرف‌های غین، حرف‌های خ باز ر که تونوگ نخوندین در حالتی که زیر می‌بیاید. انا بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار گفتین همینجا مد مونده در حالتی که در اینجا مد نیست، هستن حالتی که مد میبین. انشاءالله که موندگیش بهترین است، انشاءالله که ایسا میشه. ماشاءالله ماشاءالله. خب قاری جان یکم نشید میخوندین بسیار خوب میشه. اگر در خواب دیدی مصطفی را، اگر در خواب دیدی مصطفی را، نبی با محبت با وفا را، نبی با محبت با وفا را، زمن بر او درود چند بین ما، زمن بر او درود چند بین ما، زی او بر من جوابش را تو فرما، زی او بر من جوابش را تو فرما. بگو با احترام ای جان نبیا، بگو با احترام ای جان نبیا، تو داری امت شهزاد نامش، تو داری امت شهزاد نامش، که دیر باز هستی تو آرزو بخوابش، که دیر باز هستی تو آرزو بخوابش. همه آرزوی او این دیدنی توست، همه آرزوی او این دیدنی توست، میانی خوابی خیش خندیدنی توست، میانی خوابی خیش خندیدنی توست. ای سلامت باشین قاری جان. آوازی فوران قاری جان خوب یک قافیه رو میدیدید. زمانی گردون تموشه برادر محمد جان. انا مقصد برای مضمون شعر یگان چی گفتنی دستیم معلوم بود که چه مضمون زیبایی داشت. خداوند مهربان دیداری رسول الله صلی الله علیه و سلم و به هممون نصیب روزی گردون. یک شعر دوباره کردنم امی شعر ما خودم برای پیامبر ایجاد کردم. بسیار می‌خواستم پیامبر را در خواب ببینم. از همین سبب نام پیشتر ما شهزاد که بود ما شعر هم نویسیم کردم. ماشاءالله. امیر خمون نویسیم و الله نصیبم گردون دیدین. سلامت. بهترین. البته کسی که ان شاء الله ما اشتید خیلی چیزی از خداوند بخواه
аллоҳ барои ӯ насиб рӯзӣ мегардонад. баъд ана бародар муҳаммадҷон дарбаи بکشه کلمه رو هر کدوم میشه иншоалло таоло ки ғайрат кунем мешавад. мақсад ки ҳамун овоза сар наметиҳад. баъд чӣ хеле ки бухоҳем ҳамуро мақсад мебардорем ва мефурӯзем. هر یک مثال کلمه رو وای کردید میکشه мегуфти бисёр шуд. як калима шамо ки бугу як бухонем шамо یک مسترش خونه амиш рашидан هم شعر مسترش سرشش خونه агар дар хоб диди мустафоро با آهنگ بخونه اگر در خواب دیدی مصطفی را انا جا خطاگش در این است که انسانی خواب بیننده در خواب دیدی مصطفی را بودمش نبی با محبت با وفا را نبی با محبت با وفا را اگر در خواب دیدی مصطفی را نبی با محبت با وفا را همین انشاءالله چنان بخونه که به همون گوش کننده انشاءالله لذت ببره. باری اول است که من در آزمون اشتراک میکنم از همین انشاءالله سبب سلامت باشه قاری جان. شعر نویسی انشاءالله از جهت کمی شعر خط و نویسنده انشاءالله در دور دیوم جا میتیم انشاءالله. البته خب با خواست خیر قاری جان انشاءالله به دور دیوم شما رو میگذرونیم و شما هم شعر وقت میخونین که هر یک کلمه رو میکشین شما هر یک کلمه انشاءالله اصلاح شود بسیار خوب میشه. در دور دیوم شما رو انتظاریم. خدا نگهبان باشه. کار داود خوجا میبرامد بسیار خوب میشه. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین با آزمون قاریای ما. میندار هستیم که سخن ما رو رد نکرده این. خب انشاءالله قاری جان اگر که خود رو معرفی میکردیم بسیار خوب میشه. و علیکم السلام و رحمت الله. من دولت خوجا من شهر دوشنبه قاری مرتب کل قرآن. ماشاءالله ماشاءالله بهترین. خب قاری جان شروع میکردین کدام سوره رو؟ کدام سوره کدام؟ از کدام سوره رو میخونیم؟ سوره الرحمن. مرحمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءالله قاری جان بهترین آواز دارین. خب انشاءالله قاری جان کم میدیدین بهترین قرائت که قاری دولت خوجا انشاءالله که شما در حرف‌های خ در از جهت تجویدی کمتر مشکلی دارین که در حالت‌های زیر و زبر غفص و تنک نمیخوانید
ва баъдан дар ҳарфи қоф ва дар ҳарфҳои бе қалқала камтар сустар аст. حرف نون بعد قلقله بله، بله. بعد همه حرف‌ها مثلا دولت خجان خدا نگهبان باشه ان شاء الله برادرم قاری سیرت الله جان خوندم بهترین ان شاء الله لذت ببریم البته ان شاء الله تماشابینان هم لذت میبرن باوری البته. چرا الحمدلله همه امام مسلمانی بهترین قرائت بدیم ان شاء الله بهترین صوت بهترین همون متیف ان شاء الله داشتیم برای خودمون انتخاب کردیم اگر با اما حرف‌ها را نمایان کنیم نمایان کنیم ان شاء الله تعالی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان شو كانت نمایان بشه خدا نگهدار تو باشه همین حرفا را تا شاید اهمیت داده باشه یعنی با پرا نمیبروره ایشون بیارن از سببی که بار اول کمتر هیجان زده ماشاءالله بهترین آواز دارین باور که وقتی قرائت دادیدم که امید جان همونجا مقصد وای کرد که این آدم میذاشت اما آواز فورانتون انشاءالله دل ما را خیلی وای کرد نوبت های دیگه خودمون را انشاءالله با مستحکم میکنین. خوب اگر کسی پورا باشد خوش میکنیم یک دو آیت هم که باشد ای کدام پورا نه از سی پورا که باشد از کجایش که میت شما در معقول است یکم پرا دو آیت هم بخونین کفایت است. چند پورا ایت بخره شما حفظی کلی قرآن از سی پورا است. سی پورا است. мақсад пухта ба ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ماشاءالله قاری جان بهترین ва дар як калимаро парт гуфтем аъузу биллаҳи мин шайтони раҷим ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك وهب لنا. سلامت باشین قاری جان. انشاءالله که بهترین قرائت داشتین بهترین آواز دارین. خواهش میکنیم یک نشیده میخوندین. وصلى الله على نوری کزو شد نورها پیدا زمین از حلم او ساکت فلک از عشق او شیدا از او در هر تن شوق از او در هر دل ذوق از او در هر زبان ذکر از او در هر سر سودا منور عالم از رویش معطر خلد و بازویش معنبر هر دو گسویش دو زلفینش شبیه یلدا محمد احمد و محمود که وی را خالقش بستاد
از او شد بودی هر موجود، از او شد دیده ها بینا. اگر نامی محمد را نیاوردی شفیع آدم، نه آدم یافتی توبه، نه نوح از غرق نجینا، نه ایوب از بلا راحت، نه یوسف حرمت و حشمت، نه عیسی را مسیح آمد، نه موسی را یدی بیضا. دو چشمی نرگسینش را که ما زاغ البصر خوانیم، دو زلفی عنبرینش را که واللیل اذا یغشا. ز سری سینه اش جامی الم نشرح لک برخوان، ز معراجش خبر خواهی فسبحان الذی اسری. ز معراجش خبر خواهی فسبحان الذی اسری. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. سلامت باشین قری جان، بهترین آواز دارین ماشاءالله. قری جان خیلی قافیه رو میدیدین که بهترین ای سبب که نو میخونن کمتر هیجان نکرد، آوازم با خوشون میبرویا ایشان فهمیدن در گل انشاءالله تعالی. بهترین انا بعد همو نو قری برادر گفتیم قری محمد جان باشنه، محمد جان همو حرفای عین در همه شعرها به صورت تلفظ آدم گفتن در کل نوشتن که در گوش کننده مثلا این وای میره آدم همین اوزو مثلا که شغل زبان خودمون که هست، مثلا عربی که میشه دو عربی در احتیاط کردن در کل اینا همو وایده لیکن شغل خیلی مثلا جهت قافیه ها و جهت آهنگ انا خوشرو رفتی ماشاءالله. و دیگه شد در مثلا وای دیگه میشته دیگه شعر رو مثلا بله حرکت کنن که مثال از تلفن نخونندم بسیارتر، اگر اذیت کنم بسیار خوب است. سلامت باش قری جان، بهترین آواز با دور دیگه ان شاء الله شما رو انتظار هستیم. قری سید جمال الدین اگر در انجام باشد میبرامد بسیار خوب میشد. السلام علیکم و رحمت الله. قری جان خوش آمدین به آزمون ما، میندار هستیم که سخن ما رو رد نکردین، یا خود رو معرفی میکردین به اهل تماشابینان بسیار خوب میشد ان شاء الله. و علیکم سلام و رحمت الله. من زینال افسای جمال هستم از ناحیه رشت. سلامت باشین. قری جان چند پاره هستین؟ 15 پاره. 15 پاره ماشاءالله. خب اگر یک قرائت میکردین بسیار خوب میشد. از سوره الرحمن. سوره الرحمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری جان بهترین آواز دارین. خب قاری جان بدونید که یکم خطایی باشد انشالله که قاری جان بهترین آواز بهترین قرائت انشالله صوت بهترین کمتر در حرف قاف و صاد و در حرف خ از جهت تجویدی انشالله که تلفظی زیر و زبر و غفصتون خوندن کمتر سوس بود و بعدا ذل عصفی در همینجا حرف لام رو کمتر جنباندیم ذل عصف وقت باید حرفا که با قوت شود غیر حرفای قاف و ق ب جیم دال که حرفای قلقله هستن انشالله که بهترین دیگرش. ماشاءالله قاری جان ماشاءالله بهترین. خب یک نشید میخوندن مثال خوب میشد. بندگی کن جانی من ذکر حق غافل مباش ناله کن هر صبح و دم از مرگ خود غافل مباش این جهان به تو میماند آخر مروی این جهان به تو میماند آخر مروی امروز و فردا از سفر غافل مباش جمله یارانت کجا رفتند آخر مروی جمله یارانت کجا رفتند آخر مروی مرسد تیری اجل بر جیگرت غافل مباش بندگی کن ای جانی من کن بندگی از همان حور و قصور و جنتش غافل مباش از برای عفو و عصیان ناله کن هر صبح و دم توبه کن هر نیم شب از رحمتش غافل مباش گرد عصیان را بشو با آبی مجگان هر سحر میشوی طاهر ز عصیان هر سحر غافل مباش خدمت اهل علوم اولیا کن روز و شب خدمت اهل علوم اولیا کن روز شب از فیض دوستان به آداب غافل مباش
این تنی نازک نهان بر خاک یکسان می شود. قوتی کرمانی لحد در زیر غافل مباش. خیز اسکندر بیفشان دامن حرص دراز. از حساب و از کتابی روز حشر غافل مباش. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ماشاءالله بهترین آواز.